کارگران پلتفرمی در جهان بحران زده امروز. مقدمه: از دوم ژوئن سال 2026 نمایندگان دولت‌ها، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های کارفرمایی از سراسر جهان در ژنو، مقر سازمان جهانی کار گرد هم آمدند تا یکی از مهمترین مباحث مربوط به آینده کار در قرن 21 را بررسی کنند و آن عبارت است از حقوق کارگران پلتفرمی و کارگران اقتصاد دیجیتال. این مذاکرات که از دوم ژوئن سال 2026 در ژنو آغاز شده تا 13 ژوئن ادامه خواهد داشت و در صورت دستیابی به توافق، سازمان جهانی کار برای نخستین بار در تاریخ خود استانداردهای بین‌المللی ویژه‌ای برای حمایت از کارگران اقتصاد پلتفرمی و دیجیتال تصویب خواهد کرد. به همین دلیل بسیاری از ناظران این مذاکرات را یکی از مهمترین مباحث مربوط به آینده کار و حقوق کارگران در قرن 21 می‌دانند. از نظر تاریخی نیز اهمیت این اجلاس در آن است که سازمان جهانی کار در گذشته برای موضوعاتی مانند 8 ساعت کار روزانه، ممنوعیت کار کودکان، حق تشکلیابی، ایمنی محیط کار و تأمین اجتماعی استانداردهای جهانی تدوین کرده بود و اکنون برای نخستین بار در حال ورود به عرصه کار دیجیتال و هوش مصنوعی است. این موضوع به اجلاس ژوئن 2026 جایگاه ویژه‌ای در تاریخ حقوق کار می‌دهد. این مذاکرات در چارچوب 114مین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار برگزار می‌شود و ادامه روندی است که در اجلاس سال گذشته یعنی ژوئن 2025 آغاز شد. در آن اجلاس پس از سالها بحث و فشارهای اتحادیه‌های کارگری، سازمان جهانی کار تصمیم گرفت تدوین نخستین استانداردهای بین‌المللی درباره کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی را در دستور کار قرار دهد. موضوع فقط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا پیک‌های تحویل غذا نیست. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان امروز از طریق پلتفرم‌های دیجیتال کار می‌کنند. از مترجمان، برنامه‌نویسان و طراحان گرفته تا تولید کنندگان محتوا، روزنامه‌نگاران مستقل، معلمان آنلاین و کارگرانی که داده‌های مورد نیاز سامانه‌های هوش مصنوعی را آماده می‌کنند. بسیاری از این افراد در عمل برای شرکت‌های بزرگ کار می‌کنند، اما از بسیاری از حقوقی که کارگران طی بیش از یک قرن مبارزه به دست آورده‌اند محروم هستند. اهمیت این مذاکرات تنها به دنیای فناوری محدود نمی‌شود. این بحث در شرایطی جریان دارد که جهان با جنگ‌های ویرانگر، بحران‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های نظامی، رشد نابرابری‌های اجتماعی و گسترش ناامنی شغلی روبروست. در اینجا می‌کوشیم به این پرسش بپردازیم که چرا بحث کارگران پلتفرمی به یکی از مهمترین موضوعات سازمان جهانی کار تبدیل شده است. این کارگران چه کسانی هستند، چه مشکلاتی دارند و نتیجه این مبارزات جهانی چه اهمیتی برای کارگران ایران خواهد داشت. جهان امروز در شرایطی زندگی می کند که از بسیاری جهات یادآور دوره‌های پرتلاطم تاریخ معاصر است. از جنگ در اوکراین و ایران گرفته تا جنگ غزه، درگیری‌های لبنان، تنش‌های فزاینده در شرق آسیا، بحران سودان و رقابت‌های فزاینده میان قدرت‌های بزرگ، جهان با مجموعی از جنگ‌ها و بحران‌ها به هم پیوسته روبرو شده است. در همین حال اقتصاد جهانی نیز با مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها کند شده، بدهی‌های دولتی و خصوصی افزایش یافته، هزینه زندگی بالا رفته و شکاف میان ثروتمندان و اکثریت مردم عمیق‌تر شده است. یکی از مهمترین ابزارهای این تحول گسترش اقتصاد پلتفرمی و کار دیجیتال است. در ظاهر فناوری امکانات جدیدی در اختیار انسان قرار داده است. میلیون‌ها نفر می توانند از خانه کار کنند، از طریق اینترنت مشتری پیدا کنند یا خدمات خود را در سطح جهانی عرضه کنند.
اما در پس این ظاهر مدرن واقعیتی دیگر نیز وجود دارد: سرمایه‌داری دیجیتال و جستجوی نیروی کار ارزانتر. در طول تاریخ سرمایه‌داری، صاحبان سرمایه همواره کوشیدند هزینه نیروی کار را کاهش دهند. در قرن 19 کارخانه‌ها شکل گرفتند. در اواخر قرن 20 تولید به کشورهای دارای دستمزد پایین منتقل شد و اکنون در قرن 21 بخشی از این روند از طریق دیجیتالی شدن کار دنبال می شود. امروز یک شرکت می تواند بدون استخدام رسمی کارگر، بدون پرداخت بیمه، بدون تعهد بازنشستگی و حتی بدون داشتن دفتر کار از نیروی کار میلیون ها نفر در سراسر جهان استفاده کند. این پدیده تنها به رانندگان تاکسی اینترنتی محدود نیست. مترجمان، برنامه‌نویسان، طراحان، روزنامه‌نگاران، تولید کنندگان محتوا و حتی کارگرانی که داده‌های مورد نیاز هوش مصنوعی را آماده می‌کنند، همگی بخشی از این اقتصاد جدید هستند. جنگ، بحران و فشار بر طبقه کارگر. اما چرا این موضوع اکنون تا این اندازه اهمیت یافته است؟ زیرا همزمان با گسترش اقتصاد دیجیتال، جهان وارد دوره‌ای از نظامیگری و رقابت‌های فزاینده شده است. دولت‌ها بودجه‌های عظیمی را به هزینه‌های نظامی اختصاص می‌دهند. بسیاری از کشورها با کسری بودجه، بدهی‌های سنگین و فشارهای اقتصادی روبرو هستند. در چنین وضعیتی فشار برای کاهش هزینه‌های اجتماعی و انتقال بار بحران به دوش کارگران افزایش می‌یابد. در بسیاری از کشورها کارگران با پدیده‌ای دوگانه مواجه‌اند. از یک سو میلیاردها دلار صرف جنگ‌ها، تسلیحات و رقابت‌های ژئوپلیتیک می‌شود، از سوی دیگر به آنان گفته می‌شود که برای تأمین بیمه، مسکن، آموزش و دستمزد مناسب منابع کافی وجود ندارد. در دوران انقلاب صنعتی، کارگر با صاحب کارخانه یا سرکارگر روبرو بود. امروز اما بسیاری از کارگران با چیزی نامرئی مواجه‌اند به نام الگوریتم. الگوریتم تعیین می‌کند چه کسی کار بگیرد. الگوریتم تعیین می‌کند چه کسی درآمد بیشتری داشته باشد. الگوریتم تصمیم می‌گیرد چه کسی حذف یا تنبیه شود. به همین دلیل یکی از مباحث مهم سازمان جهانی کار دیگر فقط دستمزد و ساعت کار نیست، بلکه مسئله کنترل دیجیتال نیروی کار و حق نظارت کارگران بر فناوری‌هایی است که زندگی آنان را شکل می‌دهد. چرا سازمان جهانی کار وارد این بحث شده است؟ سازمان جهانی کار دریافته است که اگر حقوق بنیادین کار شامل کارگران دیجیتال نشود، بخش بزرگی از دستاوردهای یک قرن مبارزه کارگری در معرض تضعیف و حتی نابودی قرار خواهد گرفت. درس‌هایی برای کارگران ایران. برای کارگران ایران نیز این مباحث اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران علاوه بر مشکلات سیاسی، مسائل جهانی با تورم مزمن، بحران مسکن، دستمزدهای ناکافی، بیکاری گسترده و محدودیت‌های تشکلیابی روبروست. در چنین شرایطی گسترش کار پلتفرمی و دیجیتال می‌تواند هم فرصت ایجاد کند و هم خطر. فرصت از آن جهت که فناوری امکان ارتباط و همکاری گسترده‌تری میان کارگران ایجاد می‌کند و خطر از آن جهت که ممکن است اشکال جدیدی از ناامنی شغلی و بی‌حقوقی را گسترش دهد. جمع‌بندی: بحث کنونی در سازمان جهانی کار در واقع بخشی از یک پرسش بزرگتر است. در جهانی که همزمان با جنگ، بحران اقتصادی، رقابت قدرت‌های بزرگ، هوش مصنوعی و انقلاب دیجیتالی روبروست، آینده کار و زندگی اکثریت مردم چگونه رقم خواهد خورد؟ آیا فناوری در خدمت بهبود زندگی انسان قرار خواهد گرفت یا در خدمت افزایش سود و تشدید نابرابری؟ آیا دستاوردهای تاریخی جنبش کارگری به عصر دیجیتال منتقل خواهد شد یا سرمایه خواهد کوشید آنها را دور بزند؟ پاسخ این پرسش‌ها
نه در دفاتر شرکت‌های بزرگ فناوری، بلکه در مبارزات اجتماعی و کارگری سالهای پیش رو شکل خواهد گرفت.